عثمان خوش اومدی. دبی هستی؟ نه آخه دبی ساعت 5 بعد از ظهره، 5:30 تقریبا، 6 بعد از ظهره. پرزیدنت آف آفریقا. مادر جنده بازی در نیار، مثل بچه آدم بشین سر جا. تا نه من اندونزی ام. اصلا این کشورها رو از کجاتون در میارین؟ من از تو زندگیم تایلند نرفتم، والا نمیدونم اینا کجا رفتن کون دادن انقدر معلومه تو دبی یا تو تایلند و این ور اونور انقدر رفتن درشون رو مالوندن. ماشاءالله امان از تجربه. بعد دنبال چی میگردن؟ دنبال مثلا کسی میگردن که دل خودشونو خنک کنن ای بابا فقط ما نبودیم که به خاطر پول کون دادیم، بقیه هم هستن، هم بچسبونن به بقیه. بیا دبی من زره مفتی که میزنی. شما شغل چیه؟ آیرون. هر بار میای میدونم دردت این نیست بدونی شغل من چیه. دردت اینه که مثلا تو دل بقیه رو متشنج کنی. But it's okay, no problem. بازم بهت میگم من دانشجو میباشم. Love you. Can I invite you to Swiss? No, I suggest first you take your accepting in your interview and first get your citizen, after invite me to Switzerland. سلام سیبان خوش اومدی. Hello Negin, welcome. خب کامنت ها رو بستم. من عذرخواهی میکنم از دوستای گلم، یه سری مادر جنده کیر تا دسته رفته بود تو کس ننشون. خب کونشون میسوزه وقتی میبینن 400 نفر تو لایو شروع میکنن به گو خوردن. در هر صورت کس ننشون تا دسته، هیچ گویی هم نمیتونن بخورن، هیچی هم نمیتونن بنویسن. ولی خیلی خیلی من واقعا عذرخواهی میکنم از دوستای گلم که اینجا هستن. دمتون گرم. میدونم عشق و ارادت دارم بهتون که به خاطر این لجنا من مجبور شدم کامنت ها رو ببندم، اما but it's okay.